پادشاهی هوشنگ، شاه خرد، آتش و آغاز تمدن. و چنین شد که پس از پایان پادشاهی کیومرث، هوشنگ فرزند سیامک بر تخت نشست. او نه تنها وارث تاج و تخت بود، بلکه وارث درد، وارث اندوه پدر شهیدش و آموخته از پدر بزرگی که جهان را از هیچ ساخته بود. هوشنگ با چشمانی بیدار و دلی سرشار از مهر و دانایی، نخستین شهریاری بود که انسان را از خامی به دانایی رهنمون شد. او شاهی بود که نه تنها با دیوان جنگید، بلکه با نادانی، فقر و تاریکی نیز نبرد کرد. آغاز روشنایی، کشف آتش. روزی هوشنگ با یارانش از کوهستان می گذشت. در دل دشت ماری هولناک پدیدار شد، افعی سیاه با چشمانی شرارگون. هوشنگ بیدرنگ سنگی از زمین برداشت، با قدرتی آمیخته به خشم و تدبیر آن را پرتاب کرد. سنگ بر سنگی سخت خورد و جرقه‌ای زد، جرقه‌ای کوچک اما سرنوشت ساز. از دل آن جرقه آتشی شعله‌ور شد، گرما، روشنی، زندگی. هوشنگ با حیرتی کودکانه اما نگاهی پادشاهانه گفت: این آتش از سنگ و کوشش ما زاده شد، اما ریشش از آسمان است. هدیه‌ای از اهورا برای راه یافتن در تاریکی. او آتش را گرامی داشت و فرمان داد که آن را نگاه دارند و مراقبت کنند. و از آن شب جشنی بزرگ پدید آمد، جشن سده، یادگار روزی که انسان با نور آشنا شد. معمار تمدن. هوشنگ تنها شاهی نبود که دیو را شکست داد. او شاه ساختن بود، شاه آباد کردن. در دوران او انسان از غار بیرون آمد، با الهام از طبیعت ساختن خانه را آموخت. او نخستین کسی بود که مردم را به کشاورزی و دامداری راهنمایی کرد. زمین را شخم زدند، دانه کاشتند و نان پختند. او به مردم آموخت چگونه از فلزات بهره بگیرند، از سنگ ابزار بسازند و زندگی را از بقا به رفاه برسانند. در زمان او انسان دیگر تنها نبود، با دانش و خرد خود را با جهان هم نوا کرد. شاهی مردمی، پدری مهربان. هوشنگ در دل مردم جای داشت. او با عدالت فرمان میداد و هرگز میان خود و مردم دیوار نمی کشید. کاخش از طلا نبود، از محبت بود، از صدای خنده کودکان و دعای شبانه مادران. مردم او را نمی ترسیدند، دوستش داشتند، چرا که با عشق فرمان روایی می کرد، نه با زور. پایان یک عصر، آغاز افسانه‌ای دیگر. 40 سال گذشت. هوشنگ جهان را ساخت، آباد کرد و شعله آتش را در دل انسانها زنده نگه داشت. آنگاه در شبی آرام، در زیر آسمانی که آتشش همچنان میسوخت، چشمانش را بست، آرام، بدون جنگ، بدون زخم. و مردم با اشک او را به خاک سپردند، اما در دلشان آتش خردی که او افروخته بود همچنان می درخشید. پادشاهی طهمورث، دیوبند دانا. پس از هوشنگ فرمانروایی به طهمورث رسید، شاهی خردمند و نیرومند که تاریکی را نه فقط با شمشیر که با دانش شکست داد. رام کننده دیوان. در زمان او دیوان سرکش به بند کشیده شدند، اما نه فقط به زنجیر که به خدمت انسان در آمدند. طهمورث از دیوان نوشتن را آموخت، خط و دانش از دل تاریکی زاده شد. آغاز دانش مکتوب. او نخستین کسی بود که اندیشه را بر پوست و سنگ نوشت. از آن پس دانایی تنها در حافظه نماند، بلکه ماندگار شد، نوشته شد، جاودانه گشت. شاهی که با خرد می جنگید. طهمورث شاه میدان نبرد بود، اما بزرگتر از آن شاه آشتی انسان با دانش.
پایان دوران، آغاز جمشید. پس از سالها شکوه و دانایی، طهمورث پادشاهی را به جمشید سپرد و خود در سایه افتخاری جاودانه از جهان رفت. پادشاهی به جمشید رسید، جوانی بلند آوازه که داستانش با شکوه آغاز شد، اما سرنوشتی تلخ در کمینش بود. پادشاهی جمشید، طلوع شکوه، غروب غرور. پس از هوشنگ دانا، جهان به دنبال پادشاهی نو بود و چشمها به سوی جمشید دوخته شد. جوانی نیرومند، زیبا چهره و باهوش. او از نژاد هوشنگ بود، از نسل پادشاهان نور. و چنین بود که جمشید با فروغی تازه بر تخت شاهی نشست. سالهای شکوه، آغاز دوران زرین. در آغاز پادشاهی جمشید جهان رنگی نو گرفت. او از همان نخستین روزها تصمیم گرفت دنیا را بهشتی زمینی سازد. فرمان داد دیوان که تا آن روز فقط دشمن بودند زیر فرمان انسان درآیند و دیوان کوه را شکافتند، فلز بیرون کشیدند و ساختمان‌هایی از سنگ و آجر بنا نهادند. جمشید به مردم آموخت چگونه تن خود را با دارو و گیاهان درمان کنند. لباس دوخت، خانه ساخت و نخستین ابزار پزشکی در زمان او پدید آمد. او مردم را به 4 گروه تقسیم کرد: روحانیان، جنگاوران، کشاورزان و پیشوران، و برای هر یک جایگاهی شایسته در جامعه پدید آورد. جشن نوروز، شکوه خورشید. در نخستین روزی که خورشید در برج حمل درخشید و زمین از خواب زمستانی برخاست، جمشید بر تختی زرین نشست. تختی که دیوان آن را از فراز کوه بالا بردند تا او در نور کامل خورشید بدرخشد. مردم با شگفتی و شادی به درگاه او آمدند و آن روز را جشن گرفتند. نامش شد نوروز. از آن روز هر سال در همان زمان مردم شادی کردند و خورشید و شکوه را گرامی داشتند. غرور، آغاز فروپاشی. سالها گذشت. جمشید آنچنان نیرومند و محبوب شد که در دلش وسوسه‌ای پنهان ریشه کرد. آرام آرام صدای نفسش سنگین شد و روزی در برابر مردم گفت: این همه شکوه، این همه دانش از من است، نه از اهورا، نه از فره ایزدی. من خدای زمینم. و این نقطه آغاز سقوط بود. فره ایزدی، اون نیروی مقدس و آسمانی که شاهان را نگه می داشت، از او گریخت و دل مردم از او تهی شد. جمشید تنها شد و جهان بار دیگر تاریکی را در گوشه‌ای از دلش حس کرد. پایان یک دوران، طلوع پادشاهی نو. در این هنگام از دل تهمت و خشم مردی برخاست، با زبانی شیرین اما دلی آتشین. ضحاک. و ضحاک با نیرنگ و فریب دل مردم را ربود و تاج از سر جمشید گرفت. جمشید پادشاه نور و شکوه، بیکس و آواره، از دیاری به دیار دیگر رفت تا آنکه در تاریکی جانش گرفته شد. و چنین بود که دوران نور جایش را به شبی سیاه داد و افسانه‌ای هولناک آغاز شد. پادشاهی ضحاک، مار بر دوش و خون بر زمین.